میخوایم این افکت بسیار زیبا رو در فتوشاپ پیاده سازی کنیم. بریم که ببینیم. سلام عزیزان، وقتتون بخیر و شادی هر زمان و از هر جایی که این ویدیو رو تماشا میکنید براتون لحظاتی سرشار از شادی رو آرزو میکنم. با کانال اوکسین همراه من باشید تا یک افکت تصویری زیبای دیگر رو در فتوشاپ پیاده سازی کنیم. خب عزیزان، من یه فایل جدید باز کردم و قراره که این کاراکتر رو توی چشماش رینگ لایت بذارم و خودش رینگ لایت نداره. میدونید که رینگ لایت یه جلوه خیلی خیلی زیبایی به چشم ها میده و چشم ها رو پرنورتر و خیلی حرفه‌ای تر عکس رو نشون میده. خب من این عکس رو انتخاب کردم. با رینگ لایت یه جلوه خیلی زیبایی خواهد گرفت. میخوام این عکس رو انتقالش بدم به فایل خودم و روش رینگ لایت رو قرار بدم. کپی میگیرم و توی صفحه‌ای که میخوام ویرایش کنم پیست میکنم. با کنترل C کپی و با کنترل V پیست میکنیم. سایز تصویر رو با کنترل T تغییر میدم و به اندازه دلخواهم درش میارم. ببینید من یه همچین نما و یه همچین شرایطی رو میخوام که حالا روی این عکس تغییرات رو اعمال کنم. در ابتدا میایم و با ابزار الیپس تول میایم و یه دایره رسم میکنیم. میایم روی چشم کاراکترمون زوم میکنیم، با آلت رو نگه میداریم و با دکمه اسکرول موس زوم میکنیم و میایم روی کاراکترمون و یک دایره رسم میکنیم. دکمه شیفت رو که نگه داریم دایره رو برامون با یه حالت متوازن رسم میکنه، یعنی دایره به صورت بیضی نمیشه، همون دایره رسم. با این ابعاد من یه دایره رسم میکنم. اندازه حاشیه دایره باید 1 پیکسل باشه. خب ببینید ما این دایره رو رسم کردیم. حالا میایم روی همین دایره فیلش رو 0 میکنیم، کلیک راست میکنم، بلندینگ آپشن رو انتخاب میکنم، استروکش رو میزنم و عدد 2 بهش میدم و کالر اوورلیش رو رنگ سفید انتخاب میکنم. اوکی. و میایم روی اوترگلو. یه سری تنظیمات اینجا داریم، باید یکی یکی بر اساس اون پیش بریم. ببینید اوترگلو بلند مودش رو بذارید روی هارد لایت، اوپاسیتیش رو ببرید روی 100، نویزش رو 0 کنید، اسپریدش رو 3 بذارید، سایزش رو بذارید روی 7، رنجش رو روی 29C بذارید و جیترش رو روی عدد 0 نگه دارید. خب این تنظیمات رو ببینید، یه همچین شرایطی برامون به وجود اومد. دکمه اوکی رو میزنیم و روی همین دایره که الان رسمش کردیم میایم اوپاسیتی رو میاریمش روی مثلا عدد بین 70 تا 75. حالا عدد 72 عدد خوبیه. حالا از همین یه دونه دوپلیکیت یا میکشیم روی این گزینه میزنیم دوپلیکیت، یا با کلید ترکیبی کنترل J این اتفاق برامون میافته. من اینو رسمش کردم. حالا الیپس دوم رو میام و اوپاسیتیشو میارم پایین تر، میارم مثلا میذارم روی عدد 40 تا 45. این دوتا رو انتخاب میکنیم، هر دوتا الیپس رو با نگه داشتن دکمه شیفت و انتخاب هر دوشون انتخاب میشه و میایم گروپش میکنیم، یا روی این دکمه Create a New گروپ میزنیم و اینا گروپ میشن، یا با کلید ترکیبی کنترل G اینا تبدیل به گروپ میشن. خب ببینید یه همچین شمایلی ایجاد شد. حالا اگه از زوم درش بیارم میبینید که خب یه رینگ لایت زیبایی هست. حالا میایم روش یه لایه ماسک میندازیم، رو همون گروپمون که ایجاد کردیم یه ماسک میندازیم. ماسک رو که انداختیم ازش یه دونه دوپلیکیت میگیریم، چون برای اون یکی چشم هم بهش نیاز داریم. از زوم درش میارم، از کلید ترکیبی کنترل T استفاده میکنم و
در حالت انتخاب جابجاش میکنم و روی این یکی چشم قرار میدم. چشم قبلی رو انتخاب میکنم، زوم، کنترل تی میزنیم، انتخاب و جابجا میکنیم تا توی اون موقعیت مناسب قرار بگیره. دقت کنید که حتما لایه ماسک انتخاب شده باشه. میایم رنگ مشکی رو انتخاب میکنیم، اوکی، براش رو کلیک میکنیم و با رنگ مشکی میایم این قسمت ها رو روی ماسک میکشیم تا این لایه هایی که مربوط به بالای چشم هست پاک بشه، چون قرار نیست رینگ لایت روی بالای چشم هم که پلک روش قرار گرفته نمایش داده بشه. پاک میکنم. حالا من دارم یه مقدار سریع این کار رو انجام میدم، شما میتونید با آرامش بیشتر اونطوری که مد نظرتون هست قسمت های مورد نظرتون رو با رنگ مشکی پاک کنید. حالا اگه از زوم در بیاریم میبینیم که یه همچین رینگ لایت زیبایی تو چشمش ایجاد شده. میریم روی چشم دیگه و تغییرات رو روی اون یکی چشم هم اعمال میکنیم. دقت کنید که باز هم حتما لایه ماسکش انتخاب باشه، با رنگ مشکی، براش و اینم از این. میبینید که خیلی زیبا و جذاب این رینگ لایت روی چشش افتاد و خیلی هم واقعا زیباست. به نظر من رینگ لایت این شکلی توی چشم باشه خیلی قشنگ تره، ولی خب گاهن دیدم که بعضیا میان و اوپاسیتی گروهی اینو هم یه مقدار پایین میارن تا مثلا یه جلوه طبیعی تری بهش بدن. اگه بخواید میتونید این کار رو هم انجام بدید و اینو به یه حالت کم نورتر و طبیعی تر تبدیلش کنید. حالا عدد 77 میتونیم این رو هم انتخاب کنیم و عدد 77 رو بهش اختصاص بدیم. خب حالا اون دیگه سلیقه‌ایه، دوست دارید اون نور پررنگ‌تر به نظر بیاد تو چشم کاراکترتون یا اینکه مثلا اینطوری محوتر و به قولی طبیعی تر باشه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید و دانشی به مجموع علومتون اضافه شده باشه. لطفاً اگه این ویدیو براتون مفید بود کانال منو دنبال کنید، حتما روی اون دکمه سابسکرایب بزنید و نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید تا هر موقع ویدیو جدیدی آپلود کردم بتونید از تماشاش استفاده و لذت ببرید. همچنین میتونید من رو از طریق شبکه‌های اجتماعی هم همراهی کنید، تلگرام، اینستاگرام، در خدمتتون هستم. لبتون خندون، دلتون شاد و خدا نگهدار.